من بهارم و خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. خیلی خوشحالم که شما ویدیو میگیرم و خیلی خوشحالم که شما مجددا ویدیو منو میبینید. امروز اومدم در مورد این صحبت کنم که چی شد که من باشگاه رو شروع کردم بعد از 1 سال و چی شد که دوباره تصمیم گرفتم که 10 کیلو وزن کم کنم و مراحلی که قراره تو این مدت 10 کیلو وزن کم کردن و با هم طی کنیم و نشونتون بدم. شاید به درد شما هم خورد و شما هم انگیزه براتون شد که برین باشگاه از 0 شروع کنین. اگر نرفتین تا الان و اگر رفتین خسته هستین، این راه ادامه بدین. و یه سری مشکلاتی که تو طول 1 سال برام اتفاق افتاد و سالهای قبلش، چی شد که مدرک مربیگریمو گرفتم، چی شد که مربی نشدم، چی شد که قرار بود باشگاه بزنم و باشگاه نزدم. همه اینا رو مرحله بر مرحله بهتون بگم و در آخر این ویدیو براتون برنامه ورزشی که حالا خودم طبق تجربیات خودم و کلاسایی که رفتم و براتون بذارم. البته هر شخصی برنامه ورزشیش فرق میکنه، بستگی به بدنش میان مربی‌ها اون برنامه رو میدن و منم طبق تجربه خودم و برنامه‌ای که بر اساس بدن خودم هست و خودم نوشتم میذارم آخر ویدیو که شما هم ببینید. و 3 روز در هفته که چه چیزایی میخورم. البته 3 روز در هفته که نمیخورم، هر روز غذا میخورم، ولی خب 3 روزشو نشونتون میدم که یه ایده داشته باشید که بدونید که اگر تو کاهش وزن هستید که چه چیزایی بخورید. حتما این 3 روز رو نشونتون میدم.
شد. از اول من مدرک مربیگریمو گرفتم و مربی نشدم، تو باشگاه کار نکردم. الان شروع کردم به ورزش کردن، دوباره یه هفته شروع شد و قراره 10 کیلو کم کنم. بعدن که 10 کیلو کم کردم هم عکسمو میذارم نشونتون میدم. خب بعد از 1 سال که از ورزش دور بودم و تصمیم گرفتم که مجددا ورزشمو شروع کنم و هدفم هم 10 کیلو کاهش وزنه. البته تو طول 1 ماه نه، تو طول چند ماه، چون نمیخوام آسیبی به بدنم برسه. مدام ورزش میکردم و اینکه کلاسای بدنسازی رفتم برای اینکه باشگاه بزنم، باشگاه ورزشی بزنم، کلاسای سخت، کتابای سخت. اینکه مثلا یکی رو میبینی میگی مربی ورزشه، میگن بابا کاری نداره، خیلی آسونه، ولی واقعا آسون نیست. کتابای خیلی سختی داره، کلاسای عملی خیلی داره، بعد امتحان عملی داره، امتحان کتبی داره. حدود فکر کنم 2-3 سال پیش، به این قبل از کرونا که کرونا بیاد، من تصمیم گرفتم که باشگاه بزنم. خب خیلی علاقه به باشگاه داشتم، خیلی دوست داشتم که باشگاه ورزشی بزنم. من و علی تصمیم گرفتیم که یه باشگاه ورزشی بزنیم. کلاس‌ها رو شرکت کردیم و مدرک مربیگری بدنسازی درجه 3 مون رو گرفتیم. البته خب بدون مدرک مربیگری هم میشد که باشگاه زد، ولی خب من دوست داشتم که خودم مدرک رو داشته باشم، که خودم مثلا بچه‌ها آموزش بدم و اینا، چون محیط باشگاه محیط خیلی خندون و شوخ و استرس ها همه پایین. خیلی خوشم می اومد و محیط خیلی خوبی برام بود و واقعا ورزش رویم رو عوض میکرد. ما این مدرکه رو گرفتیم و اون موقع حساب کردم نزدیک به فکر کنم 1 میلیاردی میشد که باشگاه ورزشی زد. کرونا شد و باشگاه همه بسته شد و کلاسای ما هم همینجوری کم و بیش برگزار میشد. مدرکی که گرفته بودیم نیومد، یه خورده زمان برد، حدود فکر کنم 1 سال زمان برد تا مدرک بدنسازی رو برای ما تحویل ما بدن. سمینارهایی که شرکت کردم روزای جمعه بود، جمعه صبح بود، خسته کوفته بلند میشدی، اینم روز جمعه میرفتی سمینار، 2-3 ساعت سمینار بود و خلاصه بد نبود. خب به درد خودم خورد، واقعا به درد خودم خورد و پیشنهاد میدم که اگر واقعا دوست دارید که یاد بگیرید و بدون تو باشگاه بدون مربی چجوری برنامه ورزشی برای خودتون بنویسید، چجوری مثلا با دستگاه کار کنید، خیلی خوبه این برای خودت باشه. چون خیلی ها دیدم اومده بودن هدفشون این بود که خودم یاد بگیرم یه چیزی رو، و این پروسه شد که 2 سال کرونا شد و دیگه باشگاه ورزشی تقلق شد و هزینه ها خیلی رفت بالا، دیگه بودجه‌ام واقعا نرسید و دیگه از اون حس حالم دیگه اومدم بیرون. یه ما این مدرکه رو به قول خودمون قاب گرفتیم گذاشتیمش کنار تو دیوار. دیگه گذشت. تو کرونا خب من تو خونه ورزش میکردم، بعد خیلی خوبم اتفاقا وزن کم کردم. دیگه من میدونستم که حرکت‌ها رو چجوری بزنم که بدنم آسیب نرسه، چه چیزایی بخورم که خوب باشه، و شد حدود پارسال، الان نزدیک 1 سالی میشه، یه مشکلی برای من پیش اومد که واقعا سخت بود و توان این اصلا نداشتم که باشگاه برم. خیلی خسته بودم، همین الانش هم واقعا توان نداشتم که برم، ولی خب اراده خودم رو جذب کردم، گفتم که نه باید برم، چون واقعا بعدی که از باشگاه میای بیرون هم وزنت میره بالا، شروع میکنی به پرخوری به خاطر استرس زیادی که داری و عضلات بدنم درد میکرد، بعد دست درد داشتم، کمر درد داشتم، پا درد داشتم، با اینکه کارهای خونه هم انجام میدادم و اینجوری شد که تصمیم گرفتم که
چون خیلی اضافه وزن پیدا کرده بودم. البته توی بازی زمان 1 سالی که گذشت نزدیک 8 کیلو کم کردم، ولی خب بعدش دوباره شروع کردم به پرخوری. خیلی خوردم، توجه به هیچ چیزی نمی کردم. همه به هم میگفتن تو که خودت میدونی این چیزا برات خوب نیست چرا میخوری. ولی خب من از اون آدمایی هستم که وقتی که استرس بگیرم خیلی غذا میخورم، خیلی حتی با یه لیوان آب خوردنم به قول خودمون بگیم چاق میشم. و الان تصمیم گرفتم که باشگاه رو شروع کنم. الان نزدیک به 1 هفته میشه که باشگاه رو شروع کردم. از در هفته 3 روز شروع کردم، چون به بدنم خیلی آسیب میرسوند که تعداد روزهای زیاد به باشگاه رو شروع کنم و حرکات کم. بعضی حرکات مثلا بدون وزنه، بعضی حرکات که با وزنه هست وزنهای خیلی کم، یا تعداد دفعات مثلا تعداد تکرارهای خیلی کم. و خیلی دوست داشتم که این ویدیو برای شما بگیرم، نشونتون بدم، بگم که مثلا من در طول روز چه چیزایی میخورم. من هدفم کاهش وزن بیشتر پایین تنه است، ولی خب به صورت فول بادی کار میکنم. و اینکه الان خیلی خوشحالم که میتونم برنامه باشگاهمو خودم بنویسم و بدونم و میدونم که چجوری با دستگاه کار کرد و اینکه کالری غذامو خودم بشمارم، بدونم چه چیزی بخورم چه چیزی نخورم. پس به شما پیشنهاد میکنم که اگر واقعا دوست دارید چند تا دونه از این کلاس ها حتما برید. واقعا خیلی خوبه، هم برای رویتون، هم این که اعتماد به نفستون رو واقعا بالا میبره. خب من داخل باشگاه رو نمیتونم نشونتون بدم، چون میدونین اینجا یه قانونایی داره و تو ایران نمیشه که گوشی رو داخل باشگاه برد. سعی میکنم که باشگاه رو حالا اگه تونستم یه کوچولو از رختکن یا حالا ورودی باشگاه هر چیزی براتون بگیرم. یه باشگاه کوچولو هست که حالا نزدیک خونه ماست، کوچولو آنچنان هم نیست ولی خب دستگاه خیلی خوبی داره. ولی خب همین برای من راحته که نزدیک خونه است و بدون ماشین میتونم برم راحت، همین سر کوچه است. و صبح میرم. تصمیم گرفتم که صبحا برم باشگاه، حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعت داخل باشگاه میمونم. خب هدف اصلیم چیه؟ بهتون گفتم هدف اصلیم کاهش چربیای پایین تنمه، ولی در طول هفته چجوری به صورت فول بادی کار میکنم؟ فعلا 3 روز در هفته شروع کردم که 2 روزش مخصوص پا هست و 1 روزش مخصوص بالاتنه. همونجور که بهتون گفتم در آخر ویدیو برنامه ورزشیمو که چه کارهایی قراره در طول 1 ماه انجام بدم و براتون میذارم. ولی خب پیشنهاد من اینه که حتما مربی ورزشیتون بر اساس بدن خودتون بهتون برنامه بده. اینو من گذاشتم که شما هم ببینید، یه حالا ایده‌ای داشته باشید، بدونید که روال زندگی منم چجوری هستش و قراره چجوری من 10 کیلو وزن کم کنم. پس تو این ویدیو با من همراه باشید. 3 روز از هفته که در پیش رو داشتم و چه در پیش رو خواهم داشت، چه چیزایی قراره بخورم. کل هفته رو نمیتونم نشونتون بدم چون واقعا ویدیو هم طولانی میشه هم خسته کننده میشه. مراحلش رو به صورت خیلی خلاصه من ویدیو میگیرم نشونتون میدم که ایده داشته باشید، مثل خودم که بعضی وقتا واقعا نمیدونم که چه چیزی باید بخورم. خب من برای صبحونه اصولا تخم مرغ دارم، یا اوتمیل دارم، یا ماست ایسلندی حالا با مخلوط میوه ها دارم که این انتخاب باعث میشه که انرژی خیلی کافی به من بده برای باشگاه رفتن و در طول روز انرژی کم نیارم. و این چیزایی که میخورم منبعی از پروتئین هست که برای کاهش وزن میدونیم که باید پروتئین بدنتون رو خیلی ببرید بالا و کربوهیدرات رو بیارید پایین. ناهارم مرغ دارم، تون ماهی دارم، حبوبات دارم یا میگو دارم، چیزایی که باعث میشه که پروتئین خیلی بالایی داشته باشن که برای بدن من خیلی مفید باشه. برای عضله سازی و سوخت و ساز بدنم خیلی عالیه و باعث میشه کنار تمریناتی که من تو باشگاه انجام میدم خیلی
با هم مچ بشه و بتونم که بهتر سوخت و ساز بهتری داشته باشم و به برنامه هام بیشتر کمک کنه. خب چالش ها و انگیزه هایی که تو طول مثلا این برنامه دارم اینه که بعضی وقتا واقعا انگیزه ندارم، اما به این فکر میکنم که هدفم چیه و قراره که فرم بدنم رو واقعا خوب کنم. سعی میکنم که روزایی که حوصله ندارم به خودم بیام. بعضی وقتا مثلا صبح بیدار میشم ساعت مثلا اصولا 9 بیدار میشم، حوصله ندارم، ولی خب به خودم میگم که نه، تو باید پاشی بری باشگاه به اون هدف که برسی. وقتی هم پام میرسه تو باشگاه واقعا اون خواب یادم میره و واقعا خیلی خوبه. قبلی هم که برم باشگاه یه دونه نون توست با کره بادام زمینی و پنیر که پروتئین خیلی خوبی دریافت کنم مثلا از پنیر، اینو میخورم که تو باشگاه انرژی کافی رو داشته باشم. و در طول روزم یه دونه منیزیم میخورم که به خاطر بدنم که بدن درد سراغم نیاد، گرچه که الان بعد از 1 سال که شروع کردم واقعا بدن درد سراغم اومده، ولی خب همین نشونه خوبیه که من ورزشامو خیلی خوب انجام میدم. وقتی که به ورزش برگشتم حس خیلی خوبی دارم و هنوز مسیر طولانیه و امیدوارم که جا نزنم و مشکلی پیش نیاد که بتونم به هدفم برسم و سعی میکنم که این مسیر رو ادامه بدم که هر روز به هدفم نزدیکتر باشم و سعی میکنم تو طول این 1 ماه هفته 3 روز برم باشگاه. ماهای بعد سعی میکنم که هر روز برم باشگاه، چون واقعا به نظر من اگر میخوایم به اون هدفتون برسیم باید استمرار خیلی خوب داشته باشین. من یادم چند سال پیش من مثلا ساعت 4 میرفتم باشگاه، 4 عصر، بعد ساعت 8 شب میومدم بیرون. وزنم از 68 کیلو تو بازه زمانی فکر کنم 2 ماه آوردم به 58 کیلو. خب خیلی زیاد بود، داخل ماه که بخوای کم کنی این همه کم کردن خیلی بود، ولی خب واقعا انگیزم خیلی خوب بود، خیلی وزنم خوب شد و واقعا تمام لباسم اندازم بود و حس حال خیلی خوبی داشتم. سعی میکنم که الان دیگه برگردم به همون روال، ولی خب این 1 ماهی که داره میگذره هفته 3 روز میرم باشگاه که به بدنم آسیب نرسونم. خب به آخر ویدیومون رسیدیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. اگر تجربه دارین در مورد لاغر شدنتون و یا اگر تو پروسه لاغری هستین برام کامنت کنید. خب اگر سوالی دارید کامنت کنید، من حتما با دل جون به شما جواب میدم. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنین، اون زنگونه کنارش هم بزنین، شیر یادتون نره، لایک یادتون نره و کامنت هم که ممنون میشم که بذارید و از نظرات شما استفاده کنم. امیدوارم که این ویدیو دوست داشته باشید. این چیزایی هم که من براتون گذاشتم ایده خیلی خوبه ازش بگیرید و اگر داخل هدفتون هستین و تو پروسه لاغر شدن براتون آرزوی موفقیت میکنم. ویدیو بعدی، خداحافظ.